هی به هزار هم رسیدیم. با کشاده بر خاندان همه آنهایی که در کانال دلشاد رحمت الله ابونه هستند و همیشه پیگیر نوارهای ما. امیدوارم حالاتون خوب است و زندگی خوب و خوش دارید و باشد که زندگی خوب و خوش شما جاودانی باشد. یادتون باشد گفتم که اگر ما به 1000 ابونه‌چی رسیدیم حتما تاریخ پیدایش تا ایستگاه رو برایتان خواهم گفت. اگر برایتان جالب است با دقت تا آخر نوارا پیگیری کنید. ما میرویم به سال 2020. سال 2020 زمانی که ما ختم کننده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با نام میرزا ترسونزاده بودیم، ما را برای تجربه آموزی روان کردند و من و همکورسم یحیی رادیوی همصدا را انتخاب کردیم. در یک از روزهای راه سوی این رادیو گرفتن در اتوبوس اطراف این که چه چیزی نوی تهیه سازم که از دیگرها فرق کند فکر میکردم و ایده تا ایستگاه پیدا شد و زود آن را در دفترچه یادداشت تلفن ثبت کردم. بله حالا در سر سوال دارید که ایده خوب بود، پس چرا اون زمان این کار را عملی نکرده؟ این چند دلیل داشت که حاضر برایتان خواهم گفت. یکم، تجربه. هرچند نوار رو تدوین کردن رو دوست می داشتم و می توانستم، اما برای این کار جدی‌تر تجربه کافی نداشتم و اون زمان این تنها یک ایده بود که پشت خود چیزی نداشت و خود گفته بودم که زمانش بیاید همین گونه برنامه خواهم کرد. دوم، روح افتادگی. ماهی اکتبر سال 2021 می شود و در یوتیوب نوار نشر می شود که ایستگاه نام دارد و مجری آن اکای سبحان جلیلف است و من از آن که نام ایده من الکای مال دیگر کس شد خیلی روح افتاده شدم. میدونید آن زمان می خواستم که به تمام دنیا فریاد بزنم که این ایده من است، از من. هرچند شکل پیشنهاد آن کس دیگر بود ولی درست نمی گرفت که هم ایستگاه باشد و هم تا ایستگاه. در ضمن اکثریت ایده دزدی گفته تماشا هم نمی کردند. سیوم، شانس و امید دیگر. اپریل سال 2022 نشر دیگر این برنامه می براید و بعدش چند ماه هیچ نوار نشر نمی کنند. اون دوره که من در رادیو وطن کار می کردم از اکای سپان پرسیدم که چرا دیگر ایستگاه نیست. گفتند که با کدام سبب دیگر این لایحه افیر نمی رود. میدونید آن لحظه هم شاد بودم و هم کمی روح افتاده به آن معنا که صحبت های خوبی که آنجا میشد متاسفانه دیگر نیست. شاد از آن بودم که شانس برای راه اندازی کردن لایحه من پیدا گشت. چهارم، چند بهانه های دیگر. از یک طرف اینها را نمی شود بهانه گفت ولی همین گونه می تابد. مثلا آن زمان هرچند در رادیو وطن کار میکردم و پیش از آن در رادیو از پلیس، ولی تا به اندازه به قول شناخته نبودم که کسی به صحبت راضی شود. هرچند حالا هم همین گونه هست ولی این بحثش دیگر. بعداً نداشتن دستگاه لازمه برای ثبت و تدوین و ترس آن که همه برایم خواهند گفت که این ایده اکای سپان را کپی کرده است. هرچند کاری که من میکنم تماما شباهت ندارد به برنامه آن کس. پنجم، خدمت مادر وطن. آخر اکتبر سال 2022 دعوت شدم به خدمت مادر وطن و این ایده برای یک سال دیگر در دفترچه قیدها خواب کرد. راه سوی نقشه و نیتها. زمان خدمت برای فکر کردن و نقشه کشیدن که بعد آن چی کارها را به انجام میرسانم وقت داشتم ولی همان دستگاه برای راه اندازی کردن این ایده نبود. از خدمت با سر بلند آمدم، اویله‌دار شدم. بعد ماه بعد تلویزیون سیاحی کار در آمدم و صحیفه ایده های خود را که عملی کنم باز کردم. ما با اسمت الله عبداللهیف در یک خانه اجاره می نشستیم و هر شامی که خانه می آمدم و ما را سر کار دیگر می دید می گفت تو امروز هم برای آن نیتت کار نکردی؟ از آن که خانه ما می ایستاده روزانه آفیس کاری اپای شهناز کاملزاده بود. روز آنجا گپ سر کامera و نواربرداری رفت و اپای شهناز گفتند فلان نمود کامera در خانه من خواب است و تو می توانی راحت کارهایت را انجام بدهی. از همان روز من از پی تیاری برنامه شدم و ما ماه فوریه سال 2024 نشر اول تا ایستگاه را پیشنهاد کردیم
و در این یک سال توانستیم 20 نشر تا ایستگاه پیشنهاد کنیم و در برابر آن زیاد از 20 نوار دیگر سیر و سیاحت و نوارهای دیگری بودند که تهیه آنها هم آسان نبود، ولی شکر که شما نوارهای ما را پیگیری میکنید و کامنت های خوب دوستان ما را وادار کرد و میکند که این راه را ادامه بدهیم و امیدوارم تا آخر همراهیمان خواهید کرد. الو، بچه کریم سازن خوبه؟ ممکنه من ای کریم یک اینترویو بگیرم؟ مایله. لیکن وای گوسپنده بسیار سوال نتکی عقلش نمیرسه. مایله. گرم پوشیدگیه؟ ها گرم پوشیدگیه. و خیلی یکان چای پریش بیته. مایله یکان پرابلم نیست. های. ده. خب امیدوارم که شما را که پارک بردید که درباره کی سخن می‌رود، اما برای آنهایی که حالا آشنا نیستند با کینگ راوپوف یا کرام راوپوف در بعدی این نوار حتما آشنا خواهید شد. اگر براتون این نوار پسند آمد تگمه اولی را پخش کنید و دوستانتون بفرستید و پیگیری صحیفه دلشاد رحمت الله و کینگ راوپوف باشید. رفتیم ادامه نوار را ببینیم. دستگاه و برد و باخت‌های تا ایستگاه. خیلی گفتم یک سال زیاد می شود که این برنامه نشر می شود، ولی بعضا وقت در روز لازمه نه و میانی اکثریت نشرها ماه می ایستد. این هم چند دلیل دارد. شماره آبونچیان که بعضی مهمان های دعوت می کرده من برای شماره کمی آبونچی ها به صحبت راضی نمی شدند. حالت های تکنیکی و پای ریسک و روزی هم هستند و بودند که نتوانستیم در هفته لازمه نشر نوی تا ایستگاه را پیشکش کنیم، زیرا این کانال برای من تا به حال درآمد نآورده است. از آن که در این یک سال شما دوستای عزیز همراه ما بودید و نظر نکرده به نقصهای برنامه‌مان تماشابین هستید، تصمیم گرفتم که دستگاه می‌خرم. برای نواربرداری و تدوین نوارها تلفن نو، DJI Osmo برای راحت ثبت کردن و میکروفون برای صفت صدا این دستگاه ها را خریداری کردم. البته برای قرض از بانک. چه کنیم که حالا برای رسیدن به چیز با معاشی که داریم همین چیز کمک میکند. اکنون شما تاریخ تا ایستگاه ما را میدونید. خوشحالم که تا اینجا بودید و نوارهای بعدی که پیشنهاد شما میشود پیگیری میکنید و دوستای نزدیک خود اینجا دعوت میکنید. از این چیز من خیلی خرسندم. تا نوارهای دیگر خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید و همیشه بیننده و پیگیری کانال دلشاد رحمت الله باشید و مانید.